کشوری در بخش جنوبی شبه جزیره کره در شرق آسیا به پایتختی سئول، بندری 10 میلیون نفری که نقش اساسی در رشد فوق‌العاده سریع اقتصادی این کشور طی 5 دهه اخیر داشته است. کره جنوبی با سرعت سرسام‌آور رشد اقتصادی خود در 40 سال اخیر انگشت حیرت رو بر دهان بسیاری از صاحب نظران اقتصادی فرو برد. رشدی که برای بریتانیای پر ادعا 2 قرن و برای آمریکای مغرور 150 سال زمان بود. این پیشرفت شگفت‌آور کره‌ای‌ها که از آن به عنوان معجزه رودخانه هان یاد می شود، اکنون کره جنوبی رو به کشوری پیشرفته و بسیار ثروتمند مبدل ساخته که در جهان به ببر آسیا شناخته می شود. حالا ببرهای آسیا بار دیگه خود رو مهیای حضور در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا کرد. تیمی که با 8 بار حضور در جام جهانی در میان آسیایی‌ها رکورددار و نخستین و تنها تیم آسیایی که به نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. کره جنوبی جدا از 2 عنوان قهرمانی جام ملت‌ها، 3 قهرمانی، 3 نایب قهرمانی، 3 مدال برنز بازی‌های آسیایی رو هم در کارنامه داره. با تمام این افتخارات اما بهترین نتیجه اخیر تیم ملی کره در جام ملت‌ها به قهرمانی در سال 1960 و آخرین جایگاهی که اونها موفق به کسب اون شدن به سومی 2011 در قطر باز می‌گردد. قرمزها تیم 69 جهان و سوم آسیا در 12 دوره حضور خود در این رقابت‌ها 9 بار تونستن خودشونو به جمع 4 تیم برسونن و در مجموع 56 مسابقه‌ای که برگزار کردن 27 برد، 16 تساوی و 13 باخت رو در کارنامه ثبت کردند. ضمن اینکه در این بازی‌ها 92 گل زدن و 60 گل دریافت کردند. کره‌ای‌ها که از همون روزهای آغازین تولد فوتبال نوین در آسیا همواره یک قدرت سنتی در قاره کهن محسوب میشن، هرچند بیش از نیم قرنه که دستشون از جام قهرمانی ملت‌های آسیا کوتاه مونده، اما همواره یک مدعی جدی و سرسخت برای تصاحب این عنوان به شمار میرن و این بار در استرالیا و جام 16 نیز نمیتوان به هیچ عنوان از بخت و اقبال بالای این ابرقدرت فوتبال آسیا چشم پوشید و باید که به دیده احترام با پشتوانه 60 سال قدرت نمایی در فوتبال آسیا به آن نگریست.